مرکزهای بین المللی زلزله نگاری خبر دادند که روز 2 ایون سال 2024 ساعت 13:23 دقیقه به وقت تاجیکستان در شرق این کشور زمین لرزه رخ داده است. بنا به اطلاع پایگاه‌های بین المللی زلزله نگاری، مرکز آفات طبیعی در 52 کیلومتری شمال و شرق شهر خوروغ، مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان جایگیر شده. زمین در اینجا در عمق 129 کیلومتر و با شدت 4.4 بال طبق جدول ریختر لرزیده است. اما مرکز پیشبینی زمین لرزه های وزارت حالات فوق‌العاده ازبکستان که زمین لرزه ها در تمام آسیای مرکزی را پیگیری و ثبت می کند، مرکز این زمین لرزه اخیر در شرق تاجیکستان 44 کیلومتری خوروغ و اقتدار این زمین لرزه را در مرکزش 4.7 بال برابر کرده است. زلزله نگاران ازبک همچنین خبر دادند که دستگاه های آنها در عمق 10 کیلومتر لرزیدن بیشتر زمین را ثبت کردند. خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علوم تاجیکستان هنوز درباره این زمین لرزه یگان اطلاع نشر نکرده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود.